تا به حال به این فکر کردین که چطوری میتونیم با قدرت ذهنمون معجزه هایی رو به زندگیمون جذب کنیم؟ امروز توی این ویدیو روش شگفت‌انگیز رو یادتون میدم که شاید حتی توی خواب هم فکرش رو نمی‌کردید که با این روش بتونید خواسته ها و معجزه هایی که میخواید رو جذب کنید. اگر دوست دارید بدونید چطوری میتونید با نیروی ذهنتون به آرزوها و معجزات دست پیدا کنید، تا آخر ویدیو همراه من باشید. سلام و درود، سوزان هستم و به یک قدم جلوتر خوش اومدید. من مطمئنم که شما از دیدن این ویدیو شگفت زده میشید. آماده اید؟ خب ببینید دوستان، قانون جذب در کائنات بدون اقدام و تلاش کاری نمیکنه. خب حتما میپرسید چه تلاشی باید بکنیم دقیقاً؟ من 3 داستان کوتاه رو میگم براتون که در اونها افراد با این قوانین به هر چی که خواستن رسیدن. پس با دقت گوش کنید و از لحاظ ذهنی هر کاری که این اشخاص انجام دادن رو انجام بدید تا به همه خواسته هاتون برسید. داستان اول. ماری همیشه به معجزات و قدرت ذهن اعتقاد داشت. یه روز وقتی که توی کنفرانس انگیزشی شرکت کرد، تصمیم گرفت که به طور جدی به این باورش عمل کنه. در کنفرانس یاد گرفت که چطوری میتونه با تمرکز و تجسم ذهنی آرزوهاش رو به واقعیت تبدیل کنه. از اون روز به بعد هر روز صبح به مدت 10 دقیقه وقت میذاشت و آرزوهاش رو واضح تجسم میکرد. چند وقت گذشت و ماری احساس کرد که برخی از چیزهایی که تجسم کرده بود در حال اتفاق افتادنه. اولش فکر کرد که شاید این تصادفی باشه، اما وقتی یکی از بزرگترین آرزوهاش که مهاجرت به یک کشور دیگه بود اتفاق افتاد، مطمئن شد که قدرت ذهنش معجزه‌گونه است و از اون به بعد با انگیزه و شور بیشتری آرزوهاش رو دنبال کرد و اون الان یکی از بهترین مربی‌های ذهنه و به دیگران کمک میکنه که به قدرت تجسم ذهن به آرزوهاشون برسن. داستان دوم. علی یه مهندس جوونیه که همیشه در رویای داشتن یه شرکت موفق در زمینه فناوری اطلاعات بود، اما همیشه با شک و تردید روبرو میشد و احساس میکرد این هدف خیلی دور از دسترسه. یه روز کتابی در مورد قدرت ذهن و تواناییاش در جذب موفقیت به دستش رسید و تصمیم گرفت از روش‌های تجسم ذهنی استفاده کنه. هر روز قبل از خواب چشماشو میبست و خودشو توی شرکت خیالیش تجسم میکرد. با تمام جزئیات تصور میکرد که در جلسات مهم شرکت میکنه و پروژه‌های مهم و بزرگ رو به سرانجام میرسونه. با گذشت زمان اون احساس کرد که اعتماد به نفسش زیاد شده و ایده‌های خلاقانه بیشتری به ذهنش میاد. 6 ماه بعد علی با سرمایه‌گذاری یکی از دوستان قدیمیش تونست شرکت خودش رو راه اندازی کنه. خیلی زود بهش پروژه‌های بزرگی پیشنهاد شد و شرکتش خیلی زود رشد کرد. اون حالا مطمئن قدرت ذهن و تجسمش اون رو به موفقیتی که همیشه آرزو داشت رسوند. قبل از داستان سوم این ویدیو رو لایک کنید و کانال من رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. داستان سوم. ندا دختری بود که همیشه آرزو داشت نویسنده مشهوری بشه. اون ایده های زیادی توی ذهنش داشت، اما هرگز جرئت نمی‌کرد اونها رو روی کاغذ بیاره. یه روز توی کارگاه نویسندگی شرکت کرد و مربیش بهش گفت که باید باور داشته باشه که میتونه به هدفش برسه و از تجسم ذهنی برای موفقیت استفاده کنه. تصمیم گرفت امتحان کنه. هر روز صبح 10 دقیقه به تجسم آینده‌ای که در اون نویسنده موفق شده میپرداخت. خودش رو توی کتاب فروشی ها میدید که کتابهاش در قفسه ها قرار دارن و مردم برای گرفتن امضا ازش صف کشیدن. با گذشت زمان ندا اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرد و شروع کرد به نوشتن اولین رمانش. 1 سال بعد اولین کتابش رو منتشر کرد و خیلی زود کتابش مورد استقبال همه قرار گرفت. منتقدان از سبک نویسندگیش خیلی تعریف کردن و کتابش به یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌ها تبدیل شد. ندا الان میدونه که قدرت ذهن و تجسم میتونه معجزه‌هایی به همراه داشته باشه و به نوشتن و تجسم آرزوهاش ادامه داد. این جمله رو به خاطر داشته باشید: من به لطف کائنات خدا و قانون جذب هر چیزی رو که بخوام جذب میکنم. اگر شما هم میخواین جز اون دسته از کسانی باشید که با قدرت تجسم ذهن به خواسته ها و آرزوهاشون رسیدن، از همین لحظه شروع کنید و هر آنچه را که آرزو دارید با جزئیات کامل توی ذهنتون برآورده شده تجسم کنید و در اون حال زندگی کنید. نتیجه شگفت انگیزش رو خیلی زود میبینید. و در انتها فراموش نکنید که این ویدیو رو با دوستان عزیزانتون به اشتراک بگذارید تا اونها هم بتونن به آرزوهاشون برسن. پیروز و سلامت و سربلند باشید.
تو هم میخوای عادتهای بدتو ترک کنی ولی نمیدونی چجوری؟ ویدیو بعدی همراه من باش تا بهت بگم.